آره عزیزان، من خیلی در موسیقی بودم. اصلا موسیقی یه حس عجیب غریبی به هم میداد. روزی 18 ساعت با موسیقی کار میکردم. آره دیگه، چتونه ما رپر بودم. آره دیگه، مثل سنوپ داگی داگ. اصلا من نیکی موناژ ایران بودم. خب آره، ما تحتش گنده است. خب مال منم زیر چادر بود دیگه. با این چادر چاقچور رپر بودم. اصلا روزا شده بود که مامانم میگفت زهرا، این انگشترها چی؟ این کلاها چیه؟ چرا دندونه توش الماس داره؟ آره دیگه، پس رپر بودم. موسیقی در وجودم بود. هی میخوندم و In the Ferrari or Jaguar, top down, switching for lane, money anything. آره دیگه، رپ دیگه. I don't like it if I don't glam it clean. آره دیگه، رپ. تا اینکه یه روزی با خواهران بسیجی رفتیم به دیدار شهدا. اون جایی که من برادران بسیجی رو دیدم، فهمیدم که این موسیقی و این گیتار منو منحرف کرده بود. چقدر گرفتم؟ به شما چه مربوطه؟ دیگه به شما ربطی نداره. آره عزیزم، منحرفم کرده بودن. منحرف شده بودم. موسیقی باعث منحرف شده بود. همونجا بود که از برادران بسیجی که یه حس خیلی خوبی هم به هم میدادن درخواست کردم که اگر من موسیقی رو بذارم کنار، به آرزویی داشتم برسم، دیگه برای همیشه موسیقی و رپینگ رو میذارم کنار. خانومی که شما باشین، آقایی که شما باشین. تا سوار قطار شدم دیدم $20 یه روز همینه. گفتم به آرزوم رسیدم. همونجا بود که دیگه ارادت مخصوصی به برادران بسیجی داشته. یه حس خیلی خوبی به هم میدادن. نه خدا نخواستم، از برادران بسیجی خواستم. آره، که رپینگو گذاشتم کنار و شدم سیغه این. گیتارو گذاشتم کنار. آره خب منحرفم میکرد. اصلا منحرف شده بودم. آره، انحرافات الانحرافین. دیگه الان سالم نه دیگه گیتار میزنم، نه الماس تو دندونام هست. فقط به فکر برادران بسیجی. برید محجبه بشید گیتاراتو گفتن زهرا این همه انگشتر مثلا چی دست توه؟ گردنبندای دراز هچل هپچی گردنت میندازی، تیپا چیه، کلاه چیه میخری میاری خونه؟ من انقدر تحت تاثیر موسیقی قرار میگرفتم که از خود بی خود میشدم. یه خلسه روحی میرفتم توش، خداش جایی نداشت. واسه همین از موسیقی فهمیدم باید دل بکنم. واقعا من روزی 15 ساعت موزیک گوش میدادم. ما رفتیم به سفر آیان نور. مخاطب من شد شهدایی که اونجا کنارم بودن. بعد اونا رو داداش خطاب کردن. اگه من خواهر شرعیتونم و رو خواهرتون غیرت داری، مثلا منم غیرتی شید و یه کاری با قلب من بکنید که همه چیز من به صورت معجزه گونه عوض بشه. محض اینکه اومدم وارد راهن تهران شدم، دقیقاً اون چیزی که خواستم اتفاق افتاد. این برادران بسیجی از جلوی من رد شد. بعد دیدم که چقدر این آدم به نظرم آرامش بخشه. وقتی رسیدم خونه دیدم حسی به گیتارم ندارم. فعالیت داشتم توی موسیقی، میزدم، نوشتم. اصلا تو کتم نمیرفت که من